رمضان أهلا بك رمضان نرقى بك رمضان عدت لنا 40 حدیث نبوی در فضیلت رمضان. ونفوسنا فيه تصان به نام خداوند بخشنده و مهربان. از عبدالله ابن عمرو خداوند از آنها راضی باد روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: روزه و قرآن روز قیامت برای بنده شفاعت کننده هستند. روزه می گوید: ای پروردگار، من روزانه او را از طعام و شهوت منع نمودم، پس مرا برایش شفاعت کننده گردان. قرآن نیز می گوید: ای پروردگار، من او را از خواب شب منع می نمودم، پس مرا برای او شفاعت کننده بگردان. همین گونه روزه و قرآن برایش شفاعت می کنند. روز قیامت روزه ماه شریف رمضان و قرآن کریم برای شخص روزدار و شخص قرآن خوان شفاعت کننده می شوند و خداوند شفاعت آنها را قبول نموده بنده اش را می بخشد. این حدیث نبوی دلالت به فضیلت روزه ماه شریف رمضان و تلاوت قرآن کریم می نماید. پس حق روزه ماه شریف رمضان و قرآن کریم را در این دنیا ادا نماییم تا در آخرت شفاعت کننده ما باشند. رمضان أهلا بك رمضان نرقى